شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره بچکه مثل یه چیکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آویزون. من مطمئن هستم که اگر حضور فراگیر مردم باشد نتیجه کار همان خواهد شد که هم اکثریت مردم ما میخواهند و هم به مصلحت کشور است. ولی اگر به میدان نیامدید و از این فرصت استفاده نکردید و داستان دلگیر کننده ای شد، در درجه اول باید خود را ملامت کنیم. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شب پره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جال میکشن تو خیابونا سر میدونا. عمو یادگار مرد کینه دار مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار. من میرحسین موسوی فرزند کوچک انقلاب اسلامی به صحنه آمدم تا کرامت انسانها را پاس بدارم. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم و مدافع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی باشم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا راهی و همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد، پیشرفته و سربلند. هستیم و هوشیار شهیدای شهر خوابیم و بیدار شهیدای شهر. آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کو بالای دره روی این میدون رد میشه خندون یه شب ماه میاد.